الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. از الله بسیار بنده نواز دعاگو هستم که دنیای همه ما و شما را آباد گرداند. دعاگو هستم که توفیق مان دهد که در این چند روزی از حیاتمان توشه با خود داشته باشیم و زمان پدرود گفتن این دنیا برای نجات یافتن و رها یافتن از مشکلات خانه قبر و روز قیامت با خود داشته باشیم. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیز، در این لحظه هایی که حاضر من قرار دارم یک چند سوال هایی را می خواهم که برای من شما ارسال کردین می خوانم و جواب می گردانم. سوالی که در پیش دارم آمده است که جینخان جین می بیند. آیا جینخان ها جین را می بینند؟ یک جینخان میگه که 100 جینت را کشتم. باز میگوید که تو را زنت جادو کرده است و بعد از آن باز میگوید که ستاره تو خاکی باشه یا که آبی. برادرها و خواهرای عزیز، سوال فهمیدین؟ یعنی یک نفر یک بیمار خوانده است، گفته است که من 100 جینی که تو داشتی 100 جین داشتی همش کشتم. این بیمار میگه که آیا همین جین خانها جین هم میبینن که میکشنش؟ و جین خان گفته است که اگر بیملال باشد گفته است همون مرده که گفته که ترا زنت مقصد جادو کردگیه. و بعد از آن میگه پرسید و گفت که انا ستارت خاکیه یا که آبی؟ خب و تمام همون خواهر برادری که امروز مقصد جینخانی میکنین، یعنی دعاخانی میکنین. افسوس که بسیاری از جینخانهای ما سواد کافی ندارن، یعنی از شریعت آگاهی ندارن. برای همین است که اونها میگن که من 100 جینی ترا نابود کردم، یا ترا مادرتا یا برادرتا یا زنتا ترا مقصد جادو کردگیه، یا که از ستاره هاش میبینید ستاره تو خاکیه یا ستاره تو آبیه. باز یک بار دیگه من بر همه این برادران مراجعت میکنم. برادرای عزیز و گرامی،
هر کسی که مقصد علم دارد، معلومات دارد، هر کسی که زمینه دانش دارد، اونها این سخن نمیگن. اونها این سخن نمیگن. این سخن کسانی هست که اینها معلومات دینی ندارن. چگونه که در همون تلویزیون ها اگر دیده باشین، بسیاری از همون نفرهایی که خودهاشون همچون جین برار، همچون جین خان معرفی میکنن، ولی دست به تجاوز و دست به نیرنگ و دست به فریب میزنن، همون نفرهایی که همین گپ میگوین از همونها هیچ کمی ندارن. من چند بار گفتم که حقیقتا همون نفرهایی که وقتی میروند دعاخوانی میکنن، یک نفر مقصد همین مبتلای زیان ضرر شده است، برای آنی که وای این کار انجام دهد، نمی شود که تو یک چند آیت قرآن حفظ کنی و برای مقصد همین کار کسب کردن و 4 تنگه یافتن تو در همین راه مقصد راه خود می گفتم یا همین دعاخانه را برای خود انتخاب کنی. زیرا این راه بسیار راه مشکله. نفرهایی که تقوا ندارن، نفرهایی که اگر مقصدشون فقط برای دنیا باشد، مقصدشون برای گویم همین معیشت و کیفیت باشد، زود است که الله مهربان اینها را شرمنده میکنند. زود است که اینها با در یگان آفت و بلای مبتلا میشوند. از این لحاظ من فکر میکنم بعضی همی آدمایی که نمی سخنها را میگن که اینها معلومات دینی ندارن، اینها برای روزگذرانیشون دیگر بیچارا که هیچ یگان از عهده هیچ کار که نمیاد، بعد همین مردمی ساده را یافته و همینها را فریب داده و مقصد من 100 تا جینی ترا کشتم و انا خلاص ستاره خاکیه یا آبیه و ترا زن جادو کرده و این گپ ها یک سفسطه هن. خواهرها و برادر عزیز، آدمی جین خان جین دیده نمیتونه. جین نفری میبیند که وای خودش بیماره، اما بیماری جینی اگر داشته باشد بعد جین دیده میتوند. برای این نفرها اصلا نمیبینن، دروغ میگن، بسیار دروغ میگن. همین محابات هایی که همینا میکنن، همین مبالغه هایی که همینها میکنن، اینا همه مقصد چی است آخی؟ همه اینا همین فریب دنیا های، دیگر هیچ چیزی نیست. برای چی من میگم معلومات دینی ندارم؟ برای که اینها طرز دعا خواندن از سنت پیامبر با آموز که پیامبر چگونه چخیل میخواندن. بیماری هایی که روحی بدن، بیماری هایی که مقصد جین ها اگر اونها را دقت میدادن، آیا پیامبر چگونه با آنها معامله میکرد؟ برای این است که امروز 10 بیماری های هستند که میگه 10 نفر میاریم مقصد هیچ اثری ندارد، بیماری من همون خیلی ایستادگی است. این وابسته باز میگم که از وقتش از دورای پیشم مردم میگفتن که فلانی را بیار بسیار دم نفسی تازه داره. مقصد آدمی هست که در خوردنیش احتیاط میکنه،
در پوشیدنش احتیاط میکنه، در نظرش احتیاط میکنه، در روزگذرانش احتیاط میکنه، پایبند عبادت های، در قلبش ترس خدا داره، اونها دم نفسی تازه داشتن. شما بینین که این نفری که میگد که ستارت خاکیه یا آبی، همراه خود شپرس که همین معنای ستارت خاکیه یا آبی چی میگه؟ همین او علمی همین روی زمین نمیدانه، علمی ستاره را از کجا میدانه؟ او عادی ترین مسئله که در همین جواز خودش گفته سای درک نمیکنه، او ای کجا میفهمه ستاره خاکیش چیه، ستاره آبیش چیه؟ او از کجا میفهمه؟ همین آدمی که من همین سوال کرده که همو آدم بیا و بپرس، دویم باره با من گشته با سوال تی که ترا چی جواب میگه همو؟ یا اینکه رقمای همو را تو در من بفریست روان کن، من قطعی هم آدم گپ زنم که ای همین ستاره خاکی و آبی و چی میفهمه؟ دیگر اینکه تو را زن جادو کرده است. ببینین تو را زن جادو کرد. قرآن چی میگه؟ سوره احقاف آیت 9 علای مهربان میگه و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. سوره احقاف آیت 9. وقتی عذاب و اذیت همنشین های پیغمبر زیاد شدن، پیش حضرت آمدن گفتن حضرت تا به کی این کار دوام یابد؟ آیا همین منبعد ما چی میشود؟ پگاه ما چیه؟ یعنی آینده همین ما مسلمان ها، همین نفرهایی که به شما ایمان آوردیم، به قرآن ایمان آوردیم، حال من چی میشود؟ پیامبر گفت که و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. من نمیدانم که حال خودم چی میشود. من از کجا میدانم که حال شما چی میشود؟ من نمیدانم که مقصد آیا در همین مکه میمانم یا از مکه مکرمه بیرون میکنن؟ آیا من نمیدانم که من خداوند جان من میگیرد یا کشته میشم؟ من نمیدانم که حال شما چی میشود؟ پیامبر گرامی نماینده الله در روی زمین جبرائیل به پیش میاد میرود میگه من نمیدانم، یعنی این علم غیبه. ای بی سواد کورفهم این میگه که تو را زن جادو کرده است. این علم غیبه. وقتی تو این گپ میگوی تو کافر میشی، تو از دینت از اسلامت بیرون میشی اگر همون دین اسلامت باشه. ایرا علم غیب میگن. علم غیب الله خودش میداند. علم غیب را کس نمیداند بجز پروردگار. هر کی میگوید که میدانم از او باور مدار. علم غیب عزیزای خدا میگن فقط الله میداند. اگر نمتری ابله بیا بگه که من میدانم باورش نکن. من در دورهایی که سالهای از 2001 تا 2011 را وقتی من در منبر بودم، شما همو برنامه پیشتری من یک بار نگاه کنین، من میگفتم که با همتری آدما مراجعت نکنین که یا زناتون روان نکنین که ای دست اینها همه کار میآید. در دوام دیدیم که همین نفرهایی که مقصد دعا خواندن، دیدیم نفرهایی را که به همترین خیلی نفرهایی که مردم فریب میکردن در حق مادرها و در حق دخترها چی ها کردن. و الحمدلله این قدر مثال گفته ها هست، این قدر بیان ها هست
چرا شما همین سادگی را دست نمیدین؟ این خودش یک این انسان تصور کنید که یک عائله را ویران میکند. وقتی میگه که همین کار از زنت کرده است، او بیمارم اگر رنگ همین خودی همین جینخان وار یک ابله باشد، یک کورفهم دیگه و یک بیسواد دیگر باشد، تمام زن فریاد میکنه، میگه این کاری تو بده است دیگر نوابسته و 5 کودک داره 6 کودک داره، میکنش طلاق که چی و این کار در حق من کردی. اینها را اندیشه نمیکنید شما چی گفتیسین، چی کار کردیسین. برای همین من از همه برادرایی که اهل علمند خواهش میکنم که در هر جا همینها را ملامت کنن. اینها دشمنای دینن، اینا از دین سوء استفاده کردیسن. بعضی هم اینها را برین برادرها همون اعوذ بالله و بسم اللهش باور که خطاه. از این لحاظ اینها جین دیده نمیتونن، اینها جین کشته هم نمیتونن. اینها اینقدر برای جین نابود کردن و جین کشتن خیلی اسلحه در کاره. اسلحه یعنی چی؟ برای اینها باید چند قدر زمینه دانش باشه، برای اینها در علم عمل باشه. ببینین برای اینها باید ذکرهای سحر بیگه باشه. اینها را بپرسین که همین ذکر سحر از کار صبح میگیم یا از کار مسا، ببین، یا ذکر بیگاهی، اینها حتی همون ذکرها را نمیدانند. امروز فقط از یک توده مردم ساده اینها به همه جا و پا و شرایط رسیدن. من این سخن در حق کسانی میگم که اینها به علمن، به سوادن، انمی خیل مردم فریبن که مردم گفتی همون حرفا که گل میزنن، میوان ساده استفاده میبرن، هم مبلغش هم میگیرن، هم در خانهش جنگ میاندازن، هم میره و تمام دیگر. بینیم برادر عزیز و گرامی، حدیثی داریم برای دانستنتون. خب حدیثی که هم امام بخاری روایت میکنند هم امام مسلم، حدیث متفق علیه. راوی حدیث مادرمان عایشه رضی الله تعالی عنها میگد که سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم اناس عن الکهان. پیامبر میگه پرسیدن، سوالش کردن از کوهان. کوهانش همون کاهین ها، همون هایی که رنگی نمیواره علم غیب میگن. ای پگه صحبت میکنن و صورت چه بیار، صورت چه میبینم که نگاه میکنه و ولی اخیرش هم طریب دست میگه صورت نگاه میکنه و میگه این بچه طوری مردگی نیست، یعنی مرده و زنده او را حل میکنه، در کجا بدنش حل میکنه. میگه وقتی پرسیدنشون که همین نفرهایی که در خدامان جادوگرشون میگیم، آیا همین ها مقصد کیا هن؟ فقال لیسو بشیئین. پیامبر من عجایب جواب گفتم برادر عزیز. وقتی میگه پرسیدنشون که همین جادوگرها کیا هن، گو لیسو بشیئین، اینا هیچ کنیستن. ولی بسیاری ما در اینها اعتماد داره برادرای عزیز یا مادرها و خواهرای عزیز. پیامبر گرامی گفته که لیسو بشیئین، اینا هیچ کس نیستن. یعنی شما از اینا نترسین.
یا اینها را برای خودتان تکیگان نگیرید که اینا هیچی نیستند. در قرآن دیدیم که دوره حضرت موسی تمام همون کاهین ها و همون جادوگرها را چل شرمنده کرد. در چشم مردم نشانشان داد که یعنی اینها مثلا هیچ که نیستند. با معجزه ای که حضرت موسی آمد همه اینا عاجز آمدن. یعنی الله بزرگای، با الله یعنی تکیه کنید، اینا هیچ که نیستن. یعنی پیش اینا نروین، اینا در حاجتاتون عرضه نکنید. بعد دوام حدیث بینید. فقالوا یا رسول الله انهم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا. بعد گفتن که ای پیامبر، احیانا یعنی گاگا وقتی که ما همه را گوش میکنیم قطعی همون کلینتاشون بگیم وقتی گپ میزنن احیانا یعنی یگان بار گپی درست میگن، یگان گپی حق میگن. پیامبر در دامش بعد چیشون گفت؟ فقال رسول الله، پیامبر گفت تلک الکلیمة من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیه فیختلطون معها 100 کذبت. ببینید بعد گفت که ای پیامبر گرامی، در پیشون وقتی میره میشینی احیانا یگان گپی درست میگن. پیامبر نازنین جواب داد که همون گپی درستی که همونها گفتن، ایرا گفت اینها زمانی که ملائکه ها گفت بالای از همین ابر میآیند و در همین جا از سیرهایی که در آسمان باید شود، بین بعضی همون سخنهایی را که اونها مقصد از آسمان میشنوند، اونها وقتی بین خودشان گفتگو میکنن این جنها گفت همون سخنهای حق میدزدن و میارن گفت در گوش همین ولی هاشون، این همین جادوگرها و همین ها در وقتی که میگد انا در اینها که میرسانن، اینها همو یک کلمه و دو کلمه حق گفت از همو ملائکه ها که جنهاشون دزدیده بود همونها را گفتن. ولی حضرت بعد آخر چی گفت؟ گفت لیکن در بین همون یک گپی حقش 100 تا دروغ دیگر را پیوند میکنه. وقتی که یک گپی اگر درست گفت که او را از آسمان دزدیده بودن، در پشتش 100 گپی ناحق هم که بگه، دروغ هم که بگه، تو دیگه باور میکنی. این نیرنگ است، این حیله است. اگر اینا یگان وزن قدر قیمت می داشتن، پیامبر نمی گفت که لیسو بشیئین، یا هیچی نیستن. ببینید از روایت مسلم قطعی امام مسلم میارد از صفیه بنت ابی عبید ان بعضی ازواج نبی، از نام بعضی از زنهای پیغمبر، از بعضی زنهای پیغمبر حدیث میارد که و رضی الله عنها عن النبی قال من اتا عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 یوما. پیامبر ما گفته است که اگر کسی نزد بینک می رود، خودمون بینک میگن، یا نزد همون جادوگرها می روند یا نزد فالبین ها می روند، همه اینا یک گروهن، یک طایفه. حضرت گفتن اگر کسی رو پیش اینها و بعداً
صحبت اونها را گوش کنه و تصدیق کند که همینها راست میگن، الله مهربان 40 روزه عبادت قبول نمیکنه. در بعضی حدیث ها فقط کفر بما انزل علی محمد اومد، تو با قرآنی که بر محمد نازل شده است تو با همان از دینت خارج شدی. این است برادرای عزیز و گرامی یک معلومات درباره نفرهایی که مقصد انا جینخوانی میکنن لیکن معلومات کافی ندارن، زمینه دعاخوانی که ندارن، انمی حرفای پوچ و بیهوده و بیمعنی را همینها به زبان میارن. برای این پیش از آنه که شما میخواهید دعا خوانین، شما پرسین، یگان اهل علم پرسین که شما دا اشاره کنن کدامهاش لایقن که برای شما مصلحت دهند. برای این طریق فریب همینها دا نزنین که هم مبلغاتون نابود شوه، هم خانهاتون مقصد بی برکت جنجال شوه و هم خدای نکرده با دست درازی در یگان زن و فرزنداتون کنن. برای این بسیار این کار جدی است. الله مهربان توفیقتون تید که از همین خیل نفرهایی که خیلی زیشتن و خیلی بدن شما را الله مهربان دور بگردانه. خداوند خاتمه کار همه مانا بخیر کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.